بسم الله الرحمن الرحیم. طلسم بازگشت مشوق، طلسم صوفی شیطانی هستش. طلسمی بسیار قدرتمند. نتیجه 1 تا 15 روز هستش. برای 8 موکل یهودی شیطانی است. طلسمی بسیار قدرتمند. شهباز ابلیسی در رابطه با بازگشت مشوق. دوستان، در کانال من طلسمات فقط شیطانی هستش، طلسمات رحمانی نمیذاریم، چون اثرشون فوق العاده کمه. طلسماتی هستش که اونایی که قوی هستن 100% شیطانی هستن. یعنی طلسم رحمانی نداریم که قدرتمند باشه، ولی اینکه حالا مثلا دیگه خیلی به حلال باشه، یه مثلا خوبی داشته باشه، ولی کلا طلسمات رحمانی در نظرم به درد نمیخوره. خب بسم الله شروع میکنیم. دوستان، شهباز رو به این صورت که در قادر هست رسم میکنید. در اینجا این شکل باید 6 تا باشه، پایین 1 2 3 4 5 6 7 تا باید باشه که بچسبه به این مربع. و اینجا دستاشو بکشید. اول شهباز رو میکشید، بعد طلسمات که داخلش میکشیم. اما شروط اعمال اینه که در روز پنجشنبه، یکشنبه و چهارشنبه میتونید این طلسم رو نقش کنید. بعد 12 شب، یعنی 12 شب شروع شد، بساط رو بچینید و انجام طلسم. حبر این عمل حبر نجس هستش، حبر نجاست، حبریه که توش منی هست، ادرار هست، خون هست، استخون پوست شده مرده هست. و حالا آموزش درست کردنش هم یه ویدیو جدا